مثلا جایی بوده که نگوییم بهتر است، اما صفر شما خیلی بلندتر از ما بوده. شاید میگم باز کم بخیر. صفر شما که فعلا اینجا آمدتانستین خیلی بلندتر است. ما زیر صفر بودیم که شروع کردیم. دوران بود که ما فلزکاری میکردم، از جا برآمد مستقیم رفتیم تلویزیون ملی که دوران رفتن دوجا باید امیرالمومنین رو نشناختی که میره. آسان نبود. یک بچه 17 ساله بودم، زیر سن بودم و یک شهرکار بود. واقعا حال یادم میگم اصلا کار خدا بودم، ما کاری نبودیم. یک بچه 17 ساله که اصلا اجازه نداره در یک رسانه دولتی کار کنه، زیر سن 20 ساله اصلا اجازه نداره. این نکته ای است که با یک شغل شروع کردیم. با یک شغل شروع کردیم. و هم کارآموزی بود، نه؟ درآمد نبود. نه، کارآموزی هم نبود. یک هفته کارآموزی بود. یک هفته رایگان این برای صورت اولین درس چمی است. خیلی ها وقتی که میخوایم شروع بکنن درآمد، من از خود نگفتم ولی بعضیتون از من اطلاع دارین بعضیتون ندارین. نه ما از کراچوانی شروع کردم. مثلا کراچی سوپ داشتیم، پیاز کچالو، رومی برو ما ده سایز بانک مگه تو همیشه هستی. همین درس داشتم. باش من سر کنم بعد 4 سال شده گرد نزد. بعد کردم. اینجا بخاطر صفا فرق میکنه. بسیار زیاد مهم است. گپا شیرین از گوش کنین. همون وقتم که من کار شروع کردم فکر بسیار زیاد مهم است. فکر من فکر تجاری بود ولی مجبور بودم یک راه درآمد برای خود داشته باشم. خیلی وقت رایگان کار کردیم.